What did I ever do to you except love you? And this is how you treated us like trash. You say we turned on you, but you turned on us. You turned on the whole Beard family. He let you into his home, loved you, honored, obeyed you, and you violated him and murdered him. You are guilty. Shame on you. ویدیویی که دیدیم مربوط به کریستینا، یکی از خواهرهای دوقلوی پرونده‌ای که می‌خوایم بررسی کنیم بود. این ویدیو در دادگاه تگزاس 2 سال بعد از قتل پدرشون استیون بیرد ضبط شده. سوالی که به ذهنمون میاد اینه که مخاطب این حرفا چه کسی بود؟ اما از الان باید بگم که بعد از اتمام این اپیزود با یک سوال بزرگتر تنها میمونیم و اون اینه که ذهن انسان چقدر میتونه پیچیده باشه. بهتر برگردیم به سال 1993، سالی که زندگی این خانواده به دوراهی عجیبی رسید. سلست و کرک، مادر و پدر دوقلوها، بعد از سالها زندگی مشترک تصمیم گرفتن از هم جدا بشن. این طلاق یک جدایی معمولی نبود، چون در نهایت 2 خواهر رو هم از هم جدا کرد. کریستینا همراه مادرش سلست در آستین موند، اما جنیفر با پدرش به واشنگتن رفت. I missed her a lot. I missed Jen a whole lot. We were built-in friends with each other. I would not know how to be a regular sibling. You know, it's always been nice to have someone that knows exactly what I'm going through. It was definitely hard not to have my other half. این جدایی تازه ابتدای داستان بود. سال 1996 وقتی دوقلوها برای تعطیلات تابستونی آماده می شدن تا همدیگر رو ببینن، بهشون خبر مرگ پدرشون رو دادن. کرک، پدر دوقلوها، توی خونش مرده پیدا شد و فقط یک یادداشت از خودش به جا گذاشته بود. اینجا همونجاییه که دومینوی اول داستان این پرونده افتاد. My sister and I never skipped a beat. Laughing so hard that we were crying, and I just couldn't believe that we were actually back together again. I felt like I died that day. با مرگ کرک، جنیفر به آستین برگشت و زندگی تازه‌ای رو شروع کرد. زندگی دوقلوها با بازگشت جنیفر به آستین وارد مرحله جدیدی شد. حالا جنیفر و کریستینا دوباره کنار هم بودن، ولی تحت سرپرستی مادرشون سلست و ناپدری جدیدشون استیون بیرد. استیون مدیر بازنشسته یک شبکه تلویزیونی و یک شخص متمول بود و دوقلوها رو به فرزندی قبول کرد و به هر کدومشون یک حلقه خانوادگی خاص هدیه داد. زندگی این خانواده آروم و باثبات به نظر می رسید، اما در شب اکتبر 1999 کریستینا توی اتاقش خوابیده بود. اون شب جنیفر خونه دوست پسرش بود. کریستینا ناگهان صدای وحشت‌زده‌ای از راهرو شنید. سلست وارد اتاق کریستینا شد و گفت کسی پشت دره. The lights turn on and my mom is running through the door saying, "Someone's at the door." I'm like, what is going on here? I jump out of bed because she's in a panic and I'm on my way to that front door when I see these white flashing lights. کریستینا به سمت در رفت. نورهای سفید چشمک زن از بیرون توجهش رو جلب می‌کرد. پلیس رسیده بود، ولی چرا؟ وقتی کریستینا در رو باز کرد، مأمور پلیس پرسید پدرت خونه است؟ و کریستینا جواب داد بله، طبقه بالاست. اون کاملا گیج شده بود. پلیس به سمت اتاق خواب استیون حرکت کرد. وقتی رسیدن استیون روی تختش افتاده بود و غرق در خون بود، چون بهش شلیک شده بود. همه کاملا گیج بودن و هرجمش خونه رو گرفته بود. پرستارا تلاش می‌کردن که وضعیت استیون رو تثبیت کنن، چون خون زیادی رو از دست داده بود. چند دقیقه پیش یک تماس از خانه با اداره پلیس گرفته شده بود. What is going on there? I'm in bed. I'm in awful pain. Okay, are you there by yourself? My wife is somewhere in the house. I can't find her. اورژانس استیون رو سریعا به بیمارستان منتقل کرد و پلیس ها به دنبال سرنخ‌ها بودن. سوالی که ذهنمون رو مشغول میکنه اینه که چه کسی این کارو کرده. اولین سرنخی که پلیس رو به سمت حقیقتی تاریک هدایت کرد، یک پوکه تفنگ شکاری بود که کنار تخت استیون افتاده بود. I'm like, what? Are you telling me he was shot? And they said, yes. And I just couldn't believe it. Just couldn't believe what he just said. I'm panicked. I'm definitely panicked. پلیس نمیدونست که چه کسی و چرا باید با یک تفنگ شکاری به سمت این مرد شلیک کرده باشه. این سوال کریستینا و جنیفر هم بود. بعد از اینکه استیون به بیمارستان منتقل شد، پلیس تحقیقات خودش رو شروع کرد. اولین کاری که انجام دادن صحبت با اعضای خانواده و گرفتن دی ان ای از تمامی اونها بود. همینجا بود که یک نکته عجیب داستان رو پیچیده تر کرد. سلست به کریستینا گفته بود اگه پلیس ازت چیزی پرسید به اسم ترسی اشاره نکن.
So at that point, I'm shocked that first off, Steve had been shot, but I wouldn't have even thought who could have done it. I was wondering if it was burglar or random, but as soon as we walked out of the house, Celeste whispers to me, if the police ask you who might have done this, don't mention Tracy's name. قبل از اینکه جلوتر بریم بیاید کمی بیشتر درباره کسی که سلست نمیخواست اسمش برده بشه بدونیم. تریسی تارلتون، 45 ساله. این شخص مدیر یک کتابفروشی محلی در آستین تگزاس بود. 6 ماه قبل از این حادثه با سلست آشنا شده بود. اون فردی مستقل و به ظاهر موفق به نظر می رسید، اما پشت این چهره یک زندگی پر از چالش و مشکلات روانی پنهان شده بود. تریسی چند ماه قبل از این اتفاق به دلیل مشکلات شدید روانی در یک مرکز روانپزشکی بستری شده بود. اون به تازگی مرخص شده بود و شخصیتی داشت که همیشه به دنبال یک پناهگاه عاطفی میگشت و حاضر بود هر هزینه‌ای هم که داشته باشه بپردازه. و تو این شرایط بود که سلست وارد زندگیش شد. در حقیقت افرادی که از بحران‌های روانی رنج میبرن معمولاً به دنبال رابطه‌هایی هستن که بهشون حس امنیت بده. اونها در دنیای بیرون دنبال پیدا کردن حس امنیت میگردن و به سادگی میتونن مورد سوء استفاده قرار بگیرن. اما پیچیدگی‌های بیشتری در این پرونده وجود داشت. تریسی تارلتون به خاطر نزدیکیش به خانواده بیرد و حرف‌های دوقلوها مظنون اصلی شناخته شد. اما چیزی که مشکوک به نظر می رسید این بود که انگیزه تریسی برای قتل استیون چی میتونه باشه. بعید بود که تریسی به تنهایی این کارو کرده باشه. They had this weird friendship. I just remember thinking that this lady wants more from our mom than just a platonic relationship. After getting to the hospital and talking to the detectives, they asked me, who do I believe shot my father? And I said, my mom doesn't want me to mention this, but I'm not supposed to say Tracy Tarleton. پلیس به سرعت با داشتن شواهدی مثل پوکه همون گلوله‌ای که به استیون اصابت کرده بود حکم بازرسی خونه تریسی رو گرفت. بعد از اینکه پلیس به خونه تریسی رسید ازش پرسید که آیا تفنگ شکاری داره یا نه. اون با تکون دادن سرش پاسخ مثبت داد. پلیس‌ها ازش خواستن که تفنگو نشونشون بده. تریسی بعد از کمی فکر کردن یک تفنگ شکاری آورد و به اونها نشون داد که اسم خودش روش حک شده بود. Miss Tarleton was asked if she owned a shotgun. She said yes. I asked if I could see it. She thought for a few minutes and she said, okay, you can see it. She gave us a Franchi 20-gauge shotgun. It had her name inscribed on the weapon itself. پلیس تفنگو توقیف کرد و بعد از چند روز نتایج آزمایش گلوله شناسی اومد و فهمیدن این تفنگ همون تفنگیه که باهاش به استیون شلیک شده. And that shotgun turns out to be the shotgun from which the bullet that injured Mr. Beard was fired from. در نهایت در 8 اکتبر 1999 یعنی دقیقاً 5 روز بعد از تیراندازی تریسی به اتهام تلاش برای قتل تحت بازداشت قرار گرفت، اما هنوز کارگاه‌ها قانع نشده بودند که اون همدستی نداشته. تریسی از صحبت کردن درباره دلیل کارش خودداری میکرد و همین کافی بود که کارگاه‌ها بفهمن این همه ماجرا نیست و تریسی تنها نبوده و ممکنه کسی که مسئول این کار داره آزادانه اون بیرون میچرخه. There was no reason for Tracy to do this completely on her own. در همین حال استیون پس از چند ماه مبارزه سخت و دردناک سرانجام از شدت جراحات درگذشت. We loved Steve. He never wanted us to worry about anything. He just wanted us to be loved and enjoy our lives. Coming from Washington State, losing my father, he filled that role for me that I'll never forget. دوقلوها بعد از مرگ پدرشون با کلی سوال بی جواب روبرو شدن. مهمترین سوالشون از خودشون این بود که چرا تریسی میخواست به استیون آسیب بزنه. مادرشون سلست سعی میکرد کنارشون باشه و با دوقلوها برای خرید تابوت همراه شد. اما دوقلوها اصلا انتظار نداشتن که بعدش قراره چه اتفاقی بیفته. سلست در حالی که دوقلوها به خاطر از دست دادن پدرشون گریه میکردن حین خرید تابوت با لحن عجیبی گفت میخوام این تابوت‌های صورتی رو برای شما بخرم. A lot of crying's going on. You just lost a loved one. And while we were there, she purchased 2 pink caskets for Jen and I. And she's like, I'm gonna get these for you guys. The confusing part to me was Celeste suggesting that 18-year-olds needed to pick out a casket. And in the back of my mind, I thought, well, am I going in this casket soon? روزنامه‌های محلی و شبکه‌های تلویزیونی شروع به پوشش دادن این داستان کردند. همه نگران این بودن که شاید قاتل واقعی هنوز آزادانه اون بیرون میچرخه. در این بین دوقلوها متوجه شدن که رفتار مادرشون داره بیشتر و بیشتر عجیب و بی‌ثبات میشه. We're all crying and Celeste is just laughing. She kind of had like these crazy eyes, kind of manic, very loud and emotional, but didn't really seem real.
داستان در 16 فوریه 2000 به اوج خودش رسید. اینجا جایی بود که هیچکس حدس نمیزد چه چیزی در انتظار دوقلوهاست. She then said, hey, why don't we all kill ourselves? And all of a sudden she pulls out a knife. She's holding it like this, and she goes to like kind of lunge. She just stabs herself in the leg. Blood starts gushing everywhere. I was just like, what is happening? دوقلوها با وحشت با 911 تماس گرفتن و درخواست کمک فوری پزشکی کردند. امدادگرها سریعا رسیدن و سعی می‌کردن جلوی خونریزی پای سلست رو بگیرن. دخترها توی شوک بزرگی بودن و نمی‌دونستن دقیقاً چه اتفاقی افتاده. در هفته‌های بعد زمانی که سلست هنوز بیمارستان بود، همش به دوقلوها زنگ می‌زد و توی تلفن مدام از حالت عادی به جیغ کشیدن و دوباره به حالت عادی برمیگشت. همون موقع بود که ایده ضبط کردن صدای سلست به ذهن کریستینا رسید. And she's yelling and screaming at me over the phone. Would go from normal to screaming, back to normal. Hey, you know what? I'm gonna start recording her conversations because I want to play them back to her, and she'll then hear, like, from my perspective what I'm hearing and think, oh, that's awful. I can't believe I'd do that. دوقلوها خیلی ترسیده بودن. حالا فهمیدن که سلست چرا ایده خرید اون تابوت‌های صورتی رو داد. اونها دیدن همه این اتفاقات داره به یک نقطه ختم میشه که اونها نفرات بعدی لیست مادرشون هستن. I hired somebody to kill Tracy. I froze. It made it all real and it made it all unsafe. Hearing that sealed it for me. Like any sort of doubt that I ever had that Celeste was involved with our father's murder, I don't have anymore. اوضاع از این هم بدتر شد. مادرشون از بیمارستان مرخص شد و دوقلوها بیشتر از همیشه در خطر قرار گرفتن. در اون لحظه آخرین امید جنیفر و کریستینا برای زنده موندن این بود که مخفی بشن. I cleared out my bank account for Christina and I to go on the run and not have any trace. We stayed in motels. Everything we did with cash. Celeste was trying to find us every day, trying to find us. All I kept replaying in my head was we are in danger. It was definitely terrifying. Like, we're not coming home from this. دوقلوها با در دست داشتن مکالمات تهدیدآمیز مادرشون به پلیس مراجعه کردند تا یک حکم محافظتی در برابر خشونت خانگی بگیرن. این حکم صادر شد، اما شک و تردید اونها درباره دست داشتن سلست تو این قتل فقط توسط یک نفر قابل تایید بود. اون شخص کسی نبود جز تریسی تارلتون. تریسی در تمام این مدت سکوت کرده بود و ادعا می‌کرد که به تنهایی این کارو کرده و در زندان منتظر محاکمه بود. وقتی که توی روزنامه خون که دوقلوها حکم محافظتی گرفتن، بالاخره تصمیم گرفت که صحبت کنه. تریسی بالاخره سکوتش رو شکست و اعتراف کرد که همه این نقشه‌ها نقشه سلست بوده و حقیقت رو فاش کرد. پلیس‌ها حالا با این اعترافات کلیدی تریسی و شواهد کافی سلست رو در 28 مارس 2002 دستگیر کردن. اما دستگیری سلست به این معنی نبود که هیئت منصفه حتما اون رو گناهکار اعلام میکنه. دوقلوها با دادستان، وکلا و حتی تریسی همکاری میکردن تا مطمئن بشن مادرشون هیچ وقت از زندان بیرون نمیاد. I was going to be living underground forever and I wasn't going to feel safe until she was in jail. With her on the street. 3 فوریه 2003 محاکمه سلست آغاز شد. خواهرها مجبور بودن جلوی مادرشون به جایگاه برن و علیهش شهادت بدن. دوقلوها توضیح دادن که در طول زندگیشون مادرشون مشکلات شدید روانی داشته که باعث می‌شده کودکی پر از ترس و اضطراب داشته باشن و هیچ وقت نمیتونستن رفتار مادرشون رو پیش بینی کنن. اما اونها به عنوان یک کودک فکر می‌کردن این چیزها عادیه. I don't want to be in the same room with her. I was afraid, oh my gosh, how do I stay strong enough to not waver? Worst thing I've ever had to do in my life is see Celeste staring back at me when I had to sit on the stand and testify to everything that I knew she did. I was conflicted because she's my mom, but I just wanted to make sure that Steve got justice. Growing up, her emotions were all over the place. There was a lot of yelling and screaming and nasty phone calls. It seemed normal to us. بعد نیست همینجا به این اشاره کنیم با توجه به اینکه شرایط خونه در کودکی دخترها به ندرت آروم بوده
و همیشه تحت تاثیر رفتارهای غیرقابل پیشبینی مادرشون بودن، قطعاً تاثیر عمیقی سلست بر روان این دو کودک گذاشته. جان بالبی که بنیانگذار نظریه دلبستگیه، معتقده که کودکان در محیط‌هایی که از امنیت عاطفی محرومن و والدین به جای منبع آرامش بودن منبع استرسن، دچار دلبستگی نایمن میشن. این نوع دلبستگی باعث میشه که کودک در بزرگسالی با اضطراب، ترس از ترک شدن و وابستگی بیش از حد روبرو بشه. علاوه بر تمام اینها، تجربه چنین محیطی میتونه استقلال فردی هر شخصی رو زیر سوال ببره. تو این پرونده خواهرها به نظر میرسه به همدیگه به شدت وابسته شدن. این وابستگی گرچه در کوتاه مدت به اونها کمک کرده که با بحرانها کنار بیان، اما ممکنه که در بلند مدت توانایی تصمیم گیری مستقل و اعتماد به نفس اونها رو کاهش داده باشه. برگردیم به ادامه پرونده. جنیفر فاش میکنه که ازدواج سلست با استیون که مدیر بازنشسته تلویزیون و میلیونر بود از روی عشق نبوده، بلکه به خاطر دستیابی به ثروت کلانش بوده. کارگاه‌ها کشف کرده بودن که سلست فقط در 6 ماه بیش از $500,000 از پول همسرش صرف خرید انواع لباس، جواهرات و آثار هنری کرده. Did Stephen ever talk to you about her feelings about Steve Beer? Well, she said that she married Steve for money. Did she tell you about what would happen if Steve Beer died? That she would get it all. She would say, why wouldn't he die already? Did it appear that she was looking forward to that, or? Yes. دوقلوها متوجه شده بودن که سلست چندین بار قرص خواب در غذای استیون ریخته بود و بعد از اینکه خوابش می‌برد پنهانی از خونه بیرون میرفت. اما هنوز سوال اصلی باقی مونده بود که چرا تریسی دست به همچین کاری زده. سلست تونسته بود اعتماد تریسی رو جلب کنه و اونو تحت تاثیر قرار بده. شروع به پر کردن ذهن تریسی کرده بود که استیون با من بدرفتاری میکنه و آدم وحشتناکیه. تریسی هم باور کرده بود که سلست واقعا در خطره. همینجا بهتره که بگم شخصیت سلست یک نمونه بارز از سگانه تاریکه، یعنی ترکیبی از خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه ستیزی. این شخص خودش رو لایق زندگی مجلل میدید و استیون رو صرفاً ابزاری برای رسیدن به ثروت و قدرت میدونست. اون هیچ احساس پشیمونی برای گول زدن تریسی برای اجرای نقشه قتل شوهرش نمیکرد. از طرفی نبود همدلی و پشیمونی به وضوح رفتارهای جامعه ستیزانش رو نشون میده. ترکیب این سه ویژگی سلست بیرد رو به فردی تبدیل کرده بود که برای رسیدن به خواسته‌هاش هیچ مرزی رو نمیشناخت و از نابودی دیگران هیچ ترسی نداشت. الان میتونیم توضیحات تریسی رو درباره قتل استیو بشنویم. You know, she says, oh man, he's gonna die soon, but not soon enough. She had a plan, and she wanted me to shoot him with my shotgun. So we were to enter the grounds, where to park, and then we walked through how I would exit my car, where I would enter the house, how I would approach the bedroom. I walked down to the end of the bed, saw him, and I pulled up and I shot him. دادگاه بعد از این افشاگری تکان دهنده در سکوت فرو رفت، در حالی که سلست با بی‌تفاوتی و گاهی حتی خندیدن به تریسی در جایگاه شهادت نگاه میکرد. اما لبخندش چندان طول نکشید و از بین رفت، چون دخترش صدای ضبط شده اونو برای عموم پخش کردن. داخل فایل های صوتی سلست مدام دخترش رو تهدید میکرد. On the tapes, she was histrionic. It was difficult to think that any mother would talk to a child that way. Before we bring the jury out, if there is anyone in the courtroom who feels that they may have an emotional outburst, I would ask that you please leave the courtroom at this time. Ms. Johns, would you please stand? محاکمه هفته‌ها طول کشید تا اینکه در 19 مارس 2003 بعد از 3 روز بحث و بررسی اعضای هیئت منصفه بالاخره تصمیم خودشون رو گرفتن. مسئول هیئت منصفه در نهایت سلست رو به جرم قتل هم متهم کرد. Truly, we've been waiting for this for 3 years now. And so, yeah, it's very emotional and you can't really know what 12 people that you've never met, what they're going to do. Madam Foreperson, please read the entire court. State versus Celeste Johnson. Verdict of the jury. Verdict form 1, capital murder. We, the jury, find the defendant, Celeste Johnson, guilty of the offense of capital murder. بالاخره دوقلوها احساس کردن که عدالت رو تونستن اجرا کنن. کریستینا یک بار دیگه با جدیت به جایگاه رفت تا مستقیما با مادرش صحبت کنه. What did I ever do to you except love you? And this is how you treated us like trash. You say we turned on you, but you turned on us. You turned on the whole Beard family. He let you into his home, loved you, honored, obeyed you, and you violated him and murdered him. You are guilty. Shame on you. سلست به 2 حکم متوالی 40 سال زندان محکوم شد و تا 79 سالگی امکان آزادی مشروط نداشت. دوقلوها الان 43 سالشونه.
جنیفر شغل خوبی داره که ازش لذت میبره و بیشتر وقتش صرف رسیدن به سلامت روانی میکنه که طی این داستان‌ها از بین رفت. در طرف دیگه کریستینا ازدواج کرده و مادر 2 فرزنده، اما سلس هرگز انتظار همچین سقوطی رو نداشت، درست مثل تمام قاتل‌های دیگه.